بعد سوال من اینه که چطور تمام اماما در مکه و عراق هستن، امامزاده در ایران دفنن همه؟ این همه امامزاده حاجی بشمرین ناموسن، خود اماما بیشترن. جهنم سروران عزیزی که در چگونه به جهنم نرویم؟ اره مورد اول، نه مسخره بازی در بیارین، نه از الفاظ رکیک استفاده کنین. شاونده آیسان دوری جهنمشو گذروند، حالا دیگه میتونه بره بهشت. بگو ببینم آیسان اونجا که بودی چی کار کردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار رو زن شیطون گاییدم. من یوجی و مشتب سکلا پسولا. آیسان جهنم. سلام بر حسین و شعار اصلیم زن یزید گاییدم. مورد بعد، بی احترامی به زن و بچه هیچکی نکنین، حتی شیطون. شاوند آیسان دیگه حبسش تموم شد، میتونه بره بهش. آیسان بگو ببینم این زن و بچه چیه با خودت آوردی؟ پروردگار زن و بچه شیطون بگی بگو. آیسان خدا بسی که شر شد، من برم بقیه‌شو بعداً درست میکنم. بای بای.